در حقیقت نماز قائم مقام دیدار با الله، نماز هم کلامی با الله، نماز وسیله ارتباط مخلوق با خالقه، در خالق کوبیدن، معراج مؤمنه. اونی که نماز واقعی میخونه باید حس کنه بعد از نمازش که به الله نزدیکتر شدم، باید حس کنه که محبت الهی تو قلبش رشد کرد. نماز واقعی اینا رو ایجاد میکنه. ابن قیم رحمت الله تعالی میگه یکی از علامتهای قلب بیدار، قلب سالم، یکی از علامتاش اینه که وقتی نماز تمام میشه کیفیتی در دل بیاد که از محل نماز بلند شدن برای انسان سخت باشه، انسان دوست داشته باشه بیشتر با خدا هم کلام بشه، بیشتر با الله تعالی نجوا کنه، بیشتر با الله تعالی راز و نیاز کنه. اگر این حس بعد از نماز ایجاد شد نشانه قلب سالمه، نشانه این قلب